به نظر من صبر اوج ایمان به خداست. ببین وقتی یه مشکلی برات پیش میاد، زمانی تو صبر میکنی که ایمان داری خدایی وجود داره که هر غیر ممکنی براش ممکنه و مواظب توه و مشکل تو رو حل میکنه و این وعده خداست. پس واقعا صبر اوج ایمان تو رو به خدا نشون میده. به قول مولانا که میگه هل نومید مباش که تو را یار برانه، گرت امروز براند نه که فردهات بخوانه. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان را نداند. نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش بر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همه ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و